درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی خبری پیام نیوز را آغاز می‌نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله، اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. بر اثر فرآمدن یرچ در تاجیک‌آباد منزل‌های استقامتی خراب شدند. روز تجلیل عید قربان معین شد. وکیل دفاع جمشید یاروف را به حبس پیشکی گرفتند. در پی آمد سیل در ناحیه تاجیک‌آباد 10 منزل استقامتی پل میان دهه‌های فتح‌آباد و شوراب و خط‌های علاقه ضرر دیده است. سیل نصف روزی 28 اوگوست در پی کنده‌شوی پیریخ در دهه سبستان جماعت قلعه لب آب تاجیک‌آباد به وجود آمده است. سخنگوی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی تاجیکستان امیده یوسوپووا به رسانه‌های محلی گفته است پیریخی کنده شده آب شده و به یرچ مبدل گشته است. برای آگاه شدن از وضع، معاون سروزیر کشور و رهبریت کمیته حالت‌های فوق‌العاده در جای حادثه قرار دارند. تاجیکستان امسال عید قربان را روز 12 سپتامبر تجلیل خواهد کرد. در این باره سید مکرم عبدالقادرزاده رهبر شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان به رادیوی آزادی خبر داده است. وی در یک صحبت تلفنی گفته است این خلاصه را در اساس حسابها بر اساس سالشماری قمری و در همکاری با انستیتوت استروفیزیکا گرفته‌اند. انستیتوت استروفیزیکا به شورای علما معلومات پیشنهاد کرده است که ماه کی پرره می شود، کی با دوربین و کی با چشم سر آزادانه آن را دیدن ممکن است. موافق حساب پیشکی چیز است روزی 12 ایران موافق حساب پیشکی احتمالی 12 است. در اساس ماه قمری ماه نمین محتابی که تمام می شود و شروع می شود 29 سی و حساب همین یا حساب علمی اجازه بود. گذشته از این ما اخبارات معلومات از انستیتوت استروفیزیکا میگیریم. رصد خونه های اینجا بلندی وای دارن دقیق نیست. اونا حساب میکنن که ماه تولدش کی است، کی در تاجیکستان با چشم سر دیده میشه، کی با پربینا دیده میشه. اینا پیشکی هم گفتن میتونن پیشکی هم از روی تجربه و حسابای هر روزه که کم شوی و زیاد شوی ماه حساب میکنن میدونن که الان کی تموم میشه و کی شروع میشه. برای عادتا قبل از عید ما تاکید میکنیم که هست در چوبای قاعده‌های شریعت و قانون باید رعایت شوند و اسرافکاری نباشد. حتمی در اون کار که در اون روز و در اون خانه حتمی برکت خداوندی میباشد. جمشید یاروف وکیل دفاع محمد علی حید و برادر بزرگمهر یاروف به مهلت 2 ماه به حبس پیشکی گرفته شده است. جمشید یاروف هفته گذشته ناپدید شده بود. حین جستجو مقامات انتظامی از بدرک شدن جمشید یاروف اظهار بیخبری کرده بودند، ولی بعداً در رسانه‌ها نشر شد که گویا برای افشای جزئیات حکم اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بازداشت شده است و علیه او بر اساس ماده 311 قسم 1 کدکس جنایت تاجیکستان افشای معلومات دارای سری دولتی داشته عیب اعلان شده است. بازداشت جمشید یاروف نگرانی جامعه شهروندی را به بار آورد. سنه 26 اوگوست زیاده از 100 نفر تاجیکان مقیم آلمان نزد بینای دفتر سازمان ملل متحد در شهر بان دست به تظاهرات زدند. اکثریت اشتراک کنندگان این تظاهرات در روی خود نقاب با چهره جمشید یاروف داشتند. در حاشیه برگزاری این تظاهرات نماینده سازمان ملل متحد در آلمان گرهارد بالتس با تظاهرگران صحبت خاصه انجام داده بیانیه اعتراضی شرکت کنندگان این تظاهرات را قبول نموده وعده کرده است که همچون معاون خدمات سازمان ملل متحد در شهر بان این بیانیه را حتما به دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون میرساند و پاسخش را هم دسترس خواهد کرد. اکنون مختصر از خبرهای منطقه و جهان. در قرقیزستان امروز 29 اوگوست به خاطر فوت 14 نفر شهروند این کشور که روز 27 اوگوست در انبار چاپخانه در مسکو سوختار سر زد و در پی آن 17 نفر از جمله 14 نفر شهروند قرقیزستان جان باختند، روز ماتم ملی اعلان شده است. پرزیدنت قرقیزستان المازبek اتامبایف در این خصوص قرار دخلدار به امضا رسانیده است. طبق این قرار در تمام نمایندگی های رسمی این کشور در خارج پرچم قرقیزستان پایین آورده شده، مقامات رسمی قرقیزستان موظف شدند که به خانواده قربانیان کمک کنند. دیوان وزیران ازبکستان بار نخست از سال 1989 به این سو درباره سلامتی پرزیدنت اسلام کریموف خبر نشر نموده
تاکید کرده است که رئیس جمهور برای طبابت استاتسیونری به بیمارستان انتقال داده شده است. اسلام کریموف از سالمندترین پرزیدنت های کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود و از سال 1989 به این سو زمام قدرت را در دست خود نگاه داشته می آید. بعضی از منبع‌های غیر رسمی از درگذشت رئیس جمهوری ازبکستان هم خبر داده اند. عربستان سعودی و اوکراین در استحصال یکجایی هواپیماها به توافق رسیده اند. شرکت هواپیماساز اوکراین انتونوف برای عربستان هواپیماهای باربری ان 132 خواهد ساخت. همچنین عربستان از اوکراین 30 عدد هواپیمای جنگی تاکتیکی ان 178 خریداری کرده است. در نظر است در آینده هواپیماها در خود عربستان استحصال شوند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نیوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نماییم. تا بخش نوبتی، خدا نگهدار.